مستقیم. خیلی گرمه روش. ای بابا من میبینم اینجا دارم سرخ میشم. اگر نگو واسه این نایلوناست نمیخوای اینا رو بکنی داداش. عرقسوز شدیم. ایزی لایف کردیم ما رو این پشت. صرف سوار شدی قرم میزنی. تازه کمپانی گرفتم. خشک عروسک. خشک خیس کرد ما رو این عروسک. نخواستی با نگرد پیاده میشین. مورد داشتیم 27 سال این نایلون رو صندلی‌ها رو نکنده. میشینی توش حس مومیایی به دست میده. ارزش نایلون از خود ماشین بیشتر شده چون رکورد زده از گینس اومدن قیمت گذاشتن. اینا رو ولش. برگ کمپانی رو شیشه رو که نمیکنن بعضیا با چسب آکواریوم هم تازه آب بندی میکنن. بابا جان این برگ فقط مال تو کارخونه است. ماشین رو تحویل گرفته هیچ ارزش قانونی مادی معنوی نداره. تو رو خدا بکنین. وای بی خیال اینا رو. ابر رو درا رو نمیکنن هیچ مدل تو کتم نمیره که با اسید هم نمیشه هضمش کرد. البته که خیلی‌ها به این باورن که همین ابرا موقع چپ کردن جون خیلی‌ها رو نجات داده. نقش فرشته ایربک رو بازی میکنه.